درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 21. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. اساساً آسیای میانه همیشه یکی از مرکزهای بسیار مهم ادبیات فارسی بوده، بلکه پس از نابود شدن ادبیات این زبان به واسطه هجوم عرب و سوزانیدن آثار و کتاب‌های فارسی، آسیای میانه قدیمترین منبع و سرچشمه ادبیات فارسی است. می سال 1926 مسکو. ابوالقاسم لاهوتی. وجهی سمرقندی از شعرای عصر 11 هجری، از ردایف الاشعار محترم بخارایی. جانا زیروی مهر برافکن نقاب را، ساز از رخ چو ماه خجل آفتاب را. گر پرده از عذاری چو خورشید افکنی، از مهر نور می برد از ماه تاب را. از ذوق دیدنش تپشی جان بی قرار، هنگامی وصل طعنه زند اضطراب را. هر شب به ناله پیش سگش عرضه می دهم، دردی فراق آن مهی عالی جناب را. وجهی دمی که یار نهد پای در رکاب، سازم ز حلقه های دو دیده رکاب را. خواجه حسن نثاری بخارایی تا عصر 11 هجری زنده بودنش معلوم است. از ردایف الاشعار. کردم روان به کوی تو اشکی دونده را، شاید که رفته رفته کند عرض بنده را. آن سعد اکبری که در افلاک ثابت است، کسب سعادت است و نجومی رونده را. جز عجز و فقر
در دلی دریا و کان نماند. بگشاد تا سخای تو دست دهنده را. چشمم پرد همیشه به سوی تو ای پری، هرچند ره به کوی تو نبود پرنده را. گلگون اشک قطره زنان شد به کوی تو، نتوان اینان کشید سمند جهنده را. از نعل داغ جسمی نثاری مرقعی است، کز وی هزار رقعه توان دوخت ژنده را. مرحومی بخارایی، شاگردی مشفقی، از ردایف الاشعار. خوشان هنگامه پای گل و صهبا کشیدن ها، و بزمی خاص در روی تو فارغ بال دیدن ها. خوشان خندان به گورستان عشاقت خرامیدن، به قالب های ایشان چون مسیحا جان دمیدن ها. خوشان دل را گرفتاری محبت ساختن در عشق، به قدری زلف هر ساعت به سوی خود کشیدن ها. خوشان آهوی چشمت جای در صحرای دل کرده، به هر سو رفتن از مهری گیاهی او چریدن ها. خوشان مرحومیا در بزم خوبان محترم بودن، گلی شادی ز باغ وصلشان هر لحظه چیدن ها. مطربی بخارایی، شاگردی خواجه حسن نثاری، از شعرای عصر 11 هجری است. صاحب تذکیره است، اما تذکیره‌اش مطالعه نشد. از ردایف الاشعار. چون در نظرم روی تو نبود به چمنها، آتش فکنم در همه گلها و سمنها. در غنچه گلها نبود رشحه شبنم، کز یاد لبت آب گشاده است دهنها. بر چهره گل صورتی چین نیست که از باد، در جام می ناب فتاده است شکنها. در عشق تو ما در سری بازاری ملامت،
یک حرف نگفتیم و شنیدیم سخنها. از تنتنی بیهوده قوال چه حاصل؟ چون مانده از او مطربی شیفته تنها. مؤمنی سمرقندی. مؤمنی سمرقندی در عهد عبدالله خان کتابدار و در عهد باقی محمد خان و ولی محمد خان منشی و دفتردار بوده در عصر 11 هجری بر حیات بوده. در جواب یک غزل محتشم کاشی که مطلعش این است: حسنی روز افزون نگر کان خسروی زرین رکاب، دی هلالی بود امشب ماه فردا آفتاب. این غزل را انشاد کرده از ردایف الاشعار. نرگسش از عین خوبی کرده عالم را خراب، دی شده سرمست شب مخمور روزش بود خواب. تیر مژگانش به جسمی ناتوانی من رساند، دی ستم امشب علم امروز سازد دل کباب. تا به زلفش سنبولی پرتاب دعوا کرد شد، دی پریشان شب پشیمان روز دارد پیچ و تاب. داشتم پیشی سگانش اعتباری کردم، دی سخن امشب سؤال امروز می جویم جواب. مؤمنی دلخسته در توصیف حسنش بود گفت، دی ثنا امشب دعا امروز می خواهد ثواب. عرشی بخارایی. عرشی بخارایی از شعرای عصر 11 هجری در جواب محترم کاشی انشاد کرده از ردایف الاشعار.
تا فکنده ماهی من از عارضی گلگون نقاب. رفت صبر از چرخ و نور از ماه و تاب از آفتاب. از هجومی ناز مژگانی تو خواهد شد به حشر. خلق نالان و ملک حیران و حق در اضطراب. آرزو دارم که مالم روی خود ای شهسوار. گاه بر نعل و گهی بر رخش و گاهی بر رکاب. از فراق زلف و لعل و آتشین رخسار تو شد جگر خوناب و دل در پیچ و تاب و تن کباب. خواند عرشی تازه اشعاری تو مطرب در عراق. محتشم مدهوش و میلی مست و وحشی شد خراب. گلشنی قاشقری از شعرای عصر 11 هجری است. از ردایف الاشعار. من به دشت پای میمانم که او غم پرور است. یا به صحرایی که حولی او ز دوزخ برتر است. من نیم بلبل که بهر گل نهم دل در چمن. طایری آتش پرستم منزلی من آذر است. آنچنان خو کرده ام با خار و خاشاکی درش. کی نهم پهلو اگر خود از حریرم بستر است. زلف اسلام آنقدر در دل نمی پیچد مرا. آرزوی کفر زلفت سالها شد در سر است. مولوی شریف بخارایی. صاحب حاشیه شرح ملا جامی. وفات در بخارا سال 1109 هجری. از ردایف الاشعار. گرم دارد آتشی حسن تو بازاری تو را. گرمی بازار می سوزد خریداری تو را. حالتی بیمار را بیمار می داند که چیست. الفتی چون نیست با من چشم بیماری تو را. بس که بی رحمی ز قید محنت آزادی کجاست. تا نمی راند غمی هجران گرفتاری تو را. حسن گل از سبزه می گویند
افزاید بله، کز خطی سبزت فرون شد حسن گلزاری تو را. با خیالت از جفای هجر کی نالد شریف، بهتر آرد در نظر از برگ گل خاری تو را. غزلی دیگر. انداخت زلف در دلم از پیچ و تاب بس، رو داد ز اضطراب ویم بی حساب بس. حالی رخت که مردمکی چشمی بینیش است، یک نقطه بشنی و درو 100 کتاب بس. دانا دلی ز نزد تو امید لقب گرفت، چون کرد از حقیقتی الکتاب بس. عاقل کجا و مبحثی دیوانگان کجا، خفاش را نمی رسد از آفتاب بس. مطرب ز درس عشق بیان کرد مشکلی، افتاد در میانه چنگ و رباب بس. دارند اهل عصر ز ما بحثی به حساب، خواهد جواب یافت بر روزی حساب بس. بحث بر روی او نتواند شریف کرد، هست این قدر که هست بسی در نقاب بس. قاضی لطف الله بخارایی، متخلص به شاکیر، تاریخش معلوم نیست، لیکن از نظیرش معلوم می شود که معاصر مولوی شریف است. از ردایف الاشعار. کردم بدل از آن خطی پر پیچ و تاب بس، آری کنند خلق ز روی کتاب بس. تسلیم چون شدم به تو منعم چه می کنی، ای محبوبت مکابره بعد از جواب بس. اشاره به اصول مکالمه منطقی است. چون مور را رسد به سلیمان معارضه، کی ذره می کند به رخ آفتاب بس. از بس شده دماغ پریشان ز بوی او، سنبل کند به خویشتن از پیچ و تاب بس. منعش مکن ز شوخ نگاهی که گاهی درس بس مشکل است با بتی حاضر جواب بس. شاکر ز شرم کرد
به تو عرضی شبهه‌ای، چون طفل نو سبق که کند از حجاب بحث. شکل ابرویت کمانم و کمانت جان فزاست، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است. میلان کنی قامتت باز دل را باز، هر طرفم خوردنی مایو میاند دلکش است، هم تبسم ریزی طرزی نگاهت رو بخش، هم شکر هم شکر آمیزی تبی بیان دلکش است. هم خرامت دل ربایم، هم مدایت دل فریب، шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 21-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.